بیاین با یه بطری افشانه ساده یه چیزی بهتون یاد بدم که تا عمر داری ازم تشکر کنید. یه دونه از این بطریای اسپری تهیه میکنید، درشو باز میکنید، یه دونه گلاب از سوپرمارکت تهیه میکنید، ترجیحاً بهترین گلابش، و این بطری رو با این گلاب پر میکنید و این گلاب میشه تغذیه پوست صورت شما. شنیدید که توی تلویزیون دیالوگی هست میگن گلاب بروت؟ دقیقاً میخوام همین کار رو عملاً به شما بگم. اگر این اسپری رو توی زندگی تا حالا استفاده نکردی، اگر تا حالا گلاب بروت رو تجربه نکردی، ضرر کردی عزیزم. محیط رو استریل میکنه، هر سطحی که بخوای استریل کنی استریل میکنه. مثل الکل نیست که ضرر داشته باشه، برای پوست مضر نیست و تغذیه پوستت دیگه سیاهی زیر چشم تجربه نمیکنی. هر جایی بدن بچه‌ای که سوخته است این اسپری اون سوختگی رو گلاب برطرف میکنه و برای آفتاب سوختگی هم خیلی خوبه. از لحاظ متافیزیکی هم الجنه از این بو بدشون میاد و اگر شخصی از بوی گلاب بدش میاد، همزادی داره که به اون مسلطه و از این بوی گلاب خوشش نمیاد. پس گلاب رو، اسپرش رو همیشه همراه خودتون تو ماشین، تو کیفتون داشته باشید. علاوه بر پوست، بهترین دهانشویه برای شستن دهان، پاکسازی از باکتری ها بعد از مسواک زدن و خوشبو کننده دهان هم هست. فوق العاده است.